یه آقای ایرانی تو لرستان، این داستان خبریه، برین گوگل بکنین، رفته میگرین داشته، رفته پیش کی رفته؟ خوابش نمیبرده، مشکل خواب داشته، رفته پیش سرسره رمال چی بهش میگن اینجا؟ وازاگا وازه آقا وازه واسه این یارو رمال به این حقیقت برین گوگلش کنی. بهش گفته که تو باید بری مردشور بدی، مردشور غسلت کنه، کفنت کنن، بخوابی تو قبر یه شب، بعد دیگه خوابت میبره. این رفته مردشور خونه، به یارو گفته که منو بشور. یارو گفته برام بس غسلت میدم. داشته مرده میشسته، این مرده رو که داشته میشسته اینم خوابونده این بغل اینجا، گفته بشین من الان غسلت بکنم. بعد اومده اینو بشوره، این گفته آقا لیف تمیز با این اون لیفی که مرده رو شد. اینو اینقدر که حالا پیکی هم هست، من نمیگم با این لیف منو بشوری، یه لیف تمیز برده بیا. مردشوره هم گفته که مردشور بهش میگن مردشور، این مردشور تو ببرن ما نمیفهمیمش، ولی الان مردشور هم رفته گفته باشه من برم لیف نو بیارم. رفته لیف نو بیاره، بعد این یکی مرده بوده، تمام فامیلش رو میان تو گریه کنونا، گریه وای بیچاره وای. اینا آمدن گریه میکردن سر این. بعد یارو گفته مردشور کجاست؟ و این یاری که این مخابیده بوده یا براشی گفته رفته لیف بیاره. خدا شاده این رو بگم 2 نفر در جا مردن، یه نفرشون سکته کرده مرده، در جا سکته زده مرده، اون یکی پاش لیز خورده، با کله خورده زمین مرده. یعنی من احساس بدی میکنم که اون مرده، ولی خیلی فانی مرده. ولی اون یکی دادنم مرده زنده شد. The point is پیش رمال نری. یه دفعه دیگه چی میگن؟ وازاگا 9